قبل از خوردن تخم مرغ حتما این ویدیو رو ببینید. سلام. باید بدونید که فرق زیادی بین تخم مرغ‌های فله‌ای که در فروشگاه‌ها هست و با تخم مرغ‌های ارگانیک وجود داره. تخم مرغ‌های کارخانه‌ای حاصل تغذیه مرغ‌ها از موادی مثل سویا و دانه‌های روغنی است. در حالی که تخم مرغ‌های ارگانیک حاصل تغذیه مرغ‌ها در فضای آزاده که از گیاهان و منابع موجود در زمین استفاده کردند. شاید شنیده باشید که عده‌ای میگن که از روی رنگ تخم مرغ میتونید به ارگانیک بودن اون یا کارخانه‌ای بودن اون پی ببرید، در حالی که خوراندن برخی از مواد غذایی به مرغ‌ها میتونه روی رنگ تخم مرغ‌ها اثر بذاره و از این راه موجب فریب مصرف کننده بشه. یکی از این رنگدانه‌ها گزانتینه که در کشورهای اروپایی به دلیل اثرات مخرب اون بر روی شبکیه چشم مصرف اون رو محدود اعلام کردند. این در حالیه که تخم مرغ‌های ارگانیک که حاصل تغذیه مرغ به صورت طبیعی است، حاوی آنتی اکسیدان‌ها و مواد مغذی به نام لوتئینه. در محیط‌های کارخانه‌ای وجود تعداد زیاد جوجه‌ها با هم در یک محیط باعث افزایش ترشح هورمون کورتیزول شده که میتونه برای مرغ‌ها مضر باشه. و اما در مقابل مرغ‌های ارگانیک به دلیل رشد در فضای آزاد و بدون استرس و همچنین مصرف گیاهان و دریافت آنتیبیوتیک‌های طبیعی بسیار سالم‌تر هستند. زیرا در گیاهان طبیعی مقادیر زیادی از ویتامین‌های A و B، فولات، ویتامین E وجود داره و به طور کلی شما ویتامین‌های محلول در چربی بیشتری را دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید که حدود 80% مرغ‌ها در شرایط نگهداری آنتیبیوتیک دریافت می‌کنند. بنابراین هنگام خرید مطمئن بشید که اون مرغ در طول عمرش هیچ گونه آنتیبیوتیکی دریافت نکرده و به طور کلی سعی کنید از مرغ و تخم مرغ‌های ارگانیک استفاده کنید که کمتر در معرض آفت‌کش‌ها، سموم و آنتیبیوتیک‌ها بوده. دوستان عزیزم، امیدوارم که از تماشای این ویدیو بهره کافی رو برده باشید. و اما باز هم مثل همیشه از شما خواهش میکنیم که حامی ما باشید، ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره و ما رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید.